ادامه برنامه شماره 3 از شیر و خورشید. شرق و غرب. حمله و تهاجم نظامی و سیاسی و فرهنگی غرب به ایران زمین از دوران بسیار قدیم آغاز شده بود. از یونانی ها گرفته و اسکندر پلید که به تمدن و بزرگی ایران زمین حسادت داشتند، تا به چند قرن پیش که سایر کشورهای استعمار کننده و جهانخوار انگلیس و پرتغال و هلند و اسپانیا سعی در اشغال خاک ایران داشته و تا به زمان جدیدتر که بقیه کشورهای لاشخور و تجزیه طلب اروپایی و آمریکا و روسیه و چین به آن اضافه شدند. حتی کار به جایی رسیده که شغلا و کفتارهای کوچکتر دیگری نیز به خود اجازه دادند تا طعمه‌ای یا تکه ثروتی رو از جلوی این شیر بدزدند. ببینید که حرفهای گفته شده قبلی در مورد نادانی و جهالت و خرافات بهترین وسیله برای کشورهای بیگانه برای تاراج و چپاول و تجزیه کشورمان هست. فراموش نکنیم که تنها مسئله مالی و ثروت و آب و خاک ایران نیست و باید حسادت بیگانگان را نیز به اون اضافه بکنیم. حسادت به فرهنگ بزرگ ما، حسادت به تمدن بزرگ و پایه‌ساز ایران آریایی، حسادت به ایران پایه‌گذار حقوق بشر و حسادت به بسیاری چیزهای دیگر که همه کشورهای زالوصفت و لاشخور خواهان از هم شکستن و تجزیه و از بین بردن ایران زمین آریایی من هستند. حالا در مورد میهن فروشان. میهن فروشان همیشه در کمک به بیگانگان و لطمه و آسیب و تجزیه و تحلیل کشورمون نقش اصلی را داشته و دارند. از مردم عادی گرفته تا به امنا و علما و تعدادی کمی از پادشاهان به عنوان با عرض پوزش به عنوان مثال قتل امیر کبیر به دستور شاه، البته شاه آن زمان. به عنوان مثال دیگر تاراج و چپاول کشور توسط روسیه و چین و آمریکا و جامعه اروپا و غیره به اجازه نظام جمهوری اسلامی آخوندی. میهن فروشان به دو دستند. یکی میهن فروشای نادانند که از روی نادانسته یک کاری رو انجام میدن، یکی هم میهن فروشای که میدونن چیکار میکنن. حال میپردازیم به میهن فروشای نادان. اونا کسایی هستن که فکر میکنن به جامعه و کشور دارن خدمت میکنن، ولی در عمل و در نتیجه کار میهن فروشی میکنن. مثال، بعضی از افراد سپاه پاسداران و بسیج، تعدادی از آخوندها و ملایان در رده‌های پایین و معمولی، تعدادی از اهل قلم و هنرمندان در خارج از کشور، تعدادی از ایرانی‌ها در خارج از کشور که هنوز خاصیت حقارت و فرومایگی و نوکرصفتی شان را در مقابل خارجی‌های به اصطلاح متبدل حفظ کرده‌اند. واقعا باعث تأسفه. تعداد بسیار زیادی از ایرانیان که فقط برای داشتن زندگی بهتر نادانسته از ایران فرار کردند. دوم، میهن فروشان واقعی و دانسته، یعنی اونا کسایی هستند که در قدیم میدونستند و در زمان حال نیز میدونند
چه کاری دارن میکنن. مثال تمامی نظام جمهوری اسلامی آخوندی و عوامل و وابستگان به آنها در رده‌های مختلف دولتی و کشوری، تعداد دیگری از افراد سپاه پاسداران و بسیج، تعدادی از قلمزنان و سخنرانان و هنرمندان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، تعدادی از فرومایگان و میهن‌فروشان ایرانی عقده حقارتی و عقب افتاده در خارج از کشور که فقط برای تأمین جیره و مواجب و یا به دست آوردن کت و شلوار و کراوات برای خودشان به مداحی و ستایش و نوکری بیگانگان زالوصفت و حسود و متعفن مشغول هستند. اینا واقعا از کثیف‌ترین و رزترین افراد هستند که نمیشه اونها رو ایرانی واقعی دانست و از کمی از افراد جمهوری آخوندی ندارند و همون بهتر که بعد از آزادی ایران در خارج مانده و بپوسند. جاسوسان و خبرچینان، این افراد کثیف و خودفروش همیشه در فروش اطلاعات به کشورهای بیگانه و تضعیف حکومت پادشاهان ایرانی نقش خیلی مهمی را بازی می‌کردند. مثال جاسوسان و خبرچینان در دوره شادروان رضاشاه بزرگ و شادروان محمد رضا شاه فقید، این دو پادشاه پدر و پسر که با تمامی جان و دل خویش به فکر خدمت و سرافرازی و آبادانی و ترویج و شستشوی خرافات و بازگشت افتخار به این مرز و بوم پرگوهر آریایی بودند، طعمه ضربات ناشی از این گونه افراد شدند و همه ما با این شورش و انقلاب ساختگی 1357 و یورش به فرهنگ و اقتصاد و تمدن و غیرمان از جانب ملایان و اعراب و شرق و غرب و غیره مواجه شدیم. این درس عبرتی برای همه بود که بهای بی نهایت سنگینی رو برایمون داشت و خواهد داشت. حالا میپرسید راه چاره چیه و دشمن زدایی چطوری میشه کرد؟ میتونم به عنوان خیلی کوتاه و مفید مختصر بگم: مبارزه با نادانی، مبارزه با نادانی و باز هم مبارزه با نادانی و مبارزه با دیگر عوامل گفته شده در این تصویر: برکناری نظام غاصب و احمق و ظالم جمهوری آخوندی، بازگشت به فرهنگ و ریشه اصلی ایران آریایی خودمون. چرا که وقتی درختی بیمار میشه تنها راه نجات اون قطع شاخه های مریض و بیمار درخت بوده تا درخت بتونه خود رو از طریق ریشه بازسازی و مرمت بکنه. در آخر هم میهنان واقعی و ایرانی و دلسوز، شما بنا به وظیفه میهنی و ملی و شرافت و وجدان انسانی خودتون وظیفه دارید که این حرف‌های زده شده رو که هیچ خصومتی و اهانتی و دروغی در آن نیست، اونا رو به اطلاع هر تعداد ممکنه از هم میهنان دیگری که میشناسید و یا نمیشناسید و از هر طریقی که شده به اطلاع برسانید. بیدار بشیم و خواب زمستانی را کنار بگذاریم و بهار نو و کشور جدیدی رو با پایین کشیدن نظام و آیین سفاک و ضحاکی آخوندی آغاز کنیم.
یه دست صدا نداره و کس نخواند پشت ما جز ناخن انگشت ما. و نباید هم که به غیر از این باشه. به درود و با سپاس از همه شما هم میهنان گرامی و دلسوز، و درود به شاهزاده رضا پهلوی گرامی، پاینده ایران و پرچم ابدی سه رنگ سبز و سفید و سرخ و شیر و خورشید ایران زمین.